سلام بچه های عزیز و افسانه دوستی من و اینک باز شنیدن افسانه های من فرا رسید چون انا خوانندگان مکتب شعر قرائت میکنم. گلی خوشروی بای چچک، گلی خودروی بای چچک، پیغامی نو بهاری هی بی تاقی داری، چینم دسته دسته تازم برم برسته، رسته پری گل شود، گل زیبی کاکل شود، هر کس تو را بباید ببالد و بگوید بوی بای چچک آمد، توی بای چچک آمد. آفرین. اینک بچه های عزیز به افسانه من دقت دهید. من امروز برای شمایان افسانه شیر و روباه را تیار نمودم. در یک جنگلزاری دور شیر و روباه زندگی میکردند. شیر شکار میکرد و روباه که خدمتگار او بود از پشت او تازان میگشت. شیر شکار میکرد و میخورد. روباه باشد پس مانده های خوراک شیر را خورده از آن سیر و فربه میشد. ولی یک طرف دل روباه سیاه بود و به شیر بخیلی میکرد که او خیلی شکارچی ماهر است. روزی از روزها روباه و شیر در راه رفته ایستاده بودند که روباه به شیر گفت: ای پهلوانی نامدار، شما خیلی شکارچی ماهرید. اگر همین شکارچیتان رو به من هم یاد میدادید در وقتهای خالگیم شکارچیگی میکردم. میلش، گفت شیر، اگر خواهی یاد میدهم، با من گرد تماشا کن. روباه خرسند شده از پشت شیر رفت. آنها به یک تپه رسیدند. کنی برآمده بین یگان چیز مینامد یا نه؟ گفت شیر. روباه تازان به بالای تپه برآمد و به این طرف به آن طرف نگاه کرد. یک گله تایچه و بیتلها را میبینم. گفت شیر. گفت کنی بین چشمانم صبح سرخند. بله، چشمانتان سرخ شدن. گفت روباه. یالم هم خسته است. بله، یالتان هم خسته است. روباه از این دلیر شد و به حمله تیاری دیده چونان رفته به گله تایچه ها حمله کرد و یک تایچه را در ربود و کشت و به خوردن سر کرد. روباه باشد گرد تایچه میگشت و میگفت شکار کردن خیلی آسان بوده است. روز دیگر باشد روباه از شیر اجازت گرفته خود به شکار رفت. در راه رفته ایستاده بود که با خرگوش چه خورد. ای خرگوش، با من همراهی کن، من به شکار می روم. وقتی که شکار کردم همراه می خوره. کاش همین خیل می شد. گفت خرگوش. آخر 3 روز می شود که خوراک نخورده ام. آنها رفته به نزد تپه رسیدند و روباه گفت کنی برآمدن بین یگان چیز مینامد یا نه؟ خرگوش تازان به بالای تپه برآمد و به این طرف به آن طرف نگاه کرد و یک گله تایچه و بیتلها را میبینم. روباه دلیرتر شده گفت کنی بین چشمانم سرخم. نه، گفت خرگوش، چشمانتان سرخ نه. صبح سرخ شده اند گوی. گفت روباه. چشمانتان صبح سرخ شده اند. ترسیده گفت خرگوش. یال گردنم چی خسته اند؟ پرسید روباه. نه، گفت خرگوش. خسته اند گوی. گفت روباه. یال گردنتان هم خسته اند. ناعلاج شده گفت خرگوش. روباه دلیر شد و تازان رفته اکنون یک تایچه را میدارم گفته ایستاده بود که مادر تایچه چونان با لگدش زد که روباه
چشمانش صبح سرخ شده غلطیده ماند. خرگوش باشد تازان به نزد روباه آمد و گرد گردش گشته انا اکنون چشمانتان سرخ شدند گفت. از ضرب در روباه نالش میکرد و یال گردنش نیز سیخ شده بود. انا اکنون یال گردنتان سیخ شدند، انا اکنون یال گردنتان سیخ شدند گفت خرگوش. روباه مرد ولی نفهمید که شکارچگی شیر را آموخته مرد یا نه. انا بچه های عزیز دیده آدم باید کاری از دستش می آمده رو کند و به اون کاری که از دستش می آید مشغول شود. با همین بچه های عزیز افسانه امروزه به آخر رسید. به همه شمایان خواب شیرین تمنا نموده خیر میگویم.